شیعه یعنی عشق بازی با خدا، یک نیستان تکنوازی با خدا. شیعه یعنی 100 بیابان جستجو، شیعه یعنی هجرت از من تا به او. شیعه یعنی تیغ موشقاف، شیعه یعنی ذوالفقار بی غلاف. شیعه یعنی عدل و احسان و وقار، شیعه یعنی انحنای ذوالفقار. شیعه یعنی شوق، یعنی انتظار، صاحب آینه تا صبح بهار. شیعه یعنی سالک پادر رکاب، تا که خورشید افکند از رخ نقاب. چشم ما سرشار آب و آتش است، در پی زیبارخی لولی وش است. گریه ما حق ما حق است، ناله از هجر ولی مطلق است. مساجد خانه نور و سرورند، مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند. زجا برخیز هنگام حضور است، اگر موسی شوی هر گوشه تور است. مطلب اینه که فرار میکنیم، هر روز به روز پیش میپیشم، چون پیله به گرد خیش میپیشم. در دایره بی عبور میگردم، افسوس که بی حضور میگردم. تا مرگ چگونه گام بردارم، یا سر به کدام شانه بگذارم. هرگز نرسد به دامنت آهم، هرگز نرسد به دامنت آهم. آهم یعنی که دست کوتاهم. ما این بهانه می و مستی، اسرار درون هسته هستی. سریم و هزار پرده تو در تو، 100 وادی طی نکرده رویارو. بر شاخه تاک آب میگردیم، یک چله به خم شراب میگردیم. در خمره شراب خانگی داریم، خضریم که جاودانگی داریم. ما چله به چله کمان بستیم، تیریم که خود به خود جستیم. صبحیم که در افق نمایانیم، آغاز هزار خط پایانیم. در سرخترین دقایق افتادیم، داغیم که بر شقایق افتادیم. در دوش هزار زخم این جاده، پیشانی ما به راه افتاده. هرچند که نقش بسته خاکیم، لولاک لما خلقت الافلاکیم. هرچند چو قطره بی سر و پاییم، ما قطره متصل به دریاییم. هر آینه در مقابل دریا، رودیم روانه تا دل دریا. پدر وقتی از آن میگفت غم داشت، پدر وقتی از آن میگفت غم داشت. صدای دلنشینش زیر و بم داشت. همیشه ذکر مولا بر لبش بود، که مولا مایه تاب و تبش بود. پدر میرفت سوی جانمازش، که بالاتر برد دست نیازش. پدر میگفت با یک حال غمگین، اغثنی یا غیاث المستغیثین. برای مادرها، همه مادرهایی که با دامن پاک و شیر حلال دلهای ما رو به این سمت و سو سوق دادن. همیشه مادرم یاد علی بود، کنیز عشق اولاد علی بود. مرا تعلیم ذکر یا علی داد، طریق عشق و الفت با علی داد. اما اگر فرصت هست بریم در خونه آقامون علی. حیدر کرار نیم، خانه نشینم ولی، جان به فدای جگر سوختت یا علی. دستای پینه بسته علی به همراه منه، خونه نشینی علی آتیش به جونم میزنه. تو کوله بار شعر من اسم قشنگ علیه، قافیه تنگ دلم از دل تنگ علیه. تو کوچه های غربتم نشونی از مولا میدن، اهل محل سلامم و جواب سربالا میدن. به من میگن علی کیه؟ علی امام عاشقاست. به من میگن علی چیه؟ داغ دل شقایقاست. توی نجف یه خونه بود که دیواراش کاگلی بود، اسم صاحب اون خونه مولای مردا علی بود. نصف شبا بلند میشد، یک کیسه داشت که بر میداشت، خرما و نون و خوردنی هرچی که داشت تو اون میذاشت.
راهی کوچه ها میشد تا یتیما رو سیر کنه، تا سفره خالیشونو پر از نون و پنیر کنه. شب تا سحر پرسه میزد پس کوچه های کوفه رو، تا پر بارون بکنه باغای بیشکوفه رو. عبادت علی مگه میتونه غیر از این باشه؟ باید مثل علی بشه هر کی که اهل دین باشه. بعد علی کی میتونه محرم راز من بشه؟ درد دلم رو گوش کنه تا چاره ساز من بشه. فردا اگه مهدی بیا دردا رو درمون میکنه، آسمون شهرمونو ستاره بارون میکنه. چشماتو وا کن آقا جون، بالای خستمو ببین. منو نگاه کن آقا جون، دل شکستمو ببین. دلت میاد کبوترات تو حرمت پر نزنن، به سایبون دستای مهربونت سر نزنن؟ میدونی میخوام چی کار کنم؟ میدونی میخوام کجا برم؟ میخوام برای کفترا یه خورده گندم ببرم، اونجا که گنبدش کلاست و کفتراش پر بزنم. دوستش دارم، اماممه، در خونهشو در بزنم. بعضی شبا تو خونمون بابام به مادرم میگه میخوام برم امام رضا. به خدا دلم تنگه دیگه. بابام میگه امام رضا مریضا رو شفا میده، دوای درد مردمو از طرف خدا میده. میخوام برم به مشهد و یه هفته اونجا بمونم، تو حرم امام رضا نماز حاجت بخونم، بهش بگم امام رضا مریضا رو شفا بده، دوای درد مردمو از طرف خدا بده. مرا از قم به مشهد راه دور است، اگرچه خواهرت سنگ صبور است. فدای اسمت معصومه گردم که ایوانش سراپا غرق نور است. یه عرض به کوتاه خدمت خانم معصومه کنی. مرغ دلم راهی قم می شود، مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کوثر نوری به کبیر قمی، آب حیات دل این مردمی. عمه سادات بگو کیستی، فاطمه یا زینب ثانیستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دنبال رضا آمدی؟ من چه کنم شعله داغ تو را، درد و غم شاه چراغ تو را. کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی. یا